دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش روز 29 ایول سال 2024 با یک سلسله سفر عازم کشورهای آسیای مرکزی می شود. طی این سلسله سفر که از 7 ایول تا 9 روز دوام می کند، دبیر کل سازمان ملل از همه 5 کشور منطقه ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان بازدید خواهد کرد. آنتونیو گوتریش بار آخرین سال 2017 از آسیای مرکزی از جمله از تاجیکستان بازدید کرده. ضمن سفرش به تاجیکستان از جمله به کل سریج رفته بود. درباره عزم سفر آسیای مرکزی داشتن دبیر کل سازمان ملل روز جمعه 28 میلیون در یک نشست خبری در نیویورک سخنگوی استفان دوژارک خبر داد. او گفت آنتونیو گوتریش در هر یکی از 5 کشور آسیای مرکزی با رهبران اول و مقامات بلندپایه آن دولت‌ها ملاقات کرده، همچنین با برنامه‌های مبارزه با تغییر اقلیم شناس می شود و همچنین با فعالان محلی صحبت خواهد کرد. سلسله سفر گوتریش به آسیای مرکزی از تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز یافته. او سپس از قرقیزستان بازدید می کند و روز 4 ایول در استانا پایتخت قزاقستان در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای اشتراک و سخنرانی خواهد کرد. به گفته سخنگویش دبیر کل سازمان ملل اهل نشست استانا را به ضرورت تایید پایبندیشان به اصل چنداندیشی که بر آیین‌نامه سازمان ملل و اعلامیه عمومی حقوق انسان اساس یافته است دعوت کرده، تاکید خواهد کرد که در مرکز این تلاش‌ها باید حرکت به سوی صلح قرار داده شود. سخنگوی گوتریش گفت که دبیر کل سازمان ملل در استانا همچنین جامعه بین المللی را هشدار خواهد داد که اختلافات ژئوپلیتیکی مانع به طور مؤثر از بین بردن تهدیدهای بزرگ از جمله مانع مبارزه با تغییر اقلیم شدند. بعد اشتراک در نشست شانگهای دبیر کل سازمان ملل عازم تاجیکستان و سپس ترکمنستان 2 نقطه آخرین سفرش به آسیای مرکزی شده. 2 روز آخر سفرش را در این 2 کشور سپری خواهد کرد و روز 7 ایون به نیویورک برمیگردد.